سلام به یه ولاگ روزانه از من خوش اومدید. خب صبح بلند شدم و صبحونه خوردم، مثلا قرار بود رژیمی باشه و توی گوشی چرخ زدم. طبق معمول مطمئنم همین کارو میکنه و میخواستم یه کار مفید بکنم ولی داشت دیر میشد، پس تصمیم گرفتم برای پیج آنلاین شاپمون تولید محتوا کنم و یکم ویدیو گرفتم. بعد چند ساعت خوابیدم و بعد تصمیم گرفتیم بلند شیم بریم بیرون و حاضر شدم. مامانم میبینید که آره بهتره که دوبارم میخندیم و از اثرات دیر خوابیدم چقدر نگار دارم میمیرم. نمیدونم مامانای شما اینجوریه یا نه، ولی مامان من همیشه مامان بازوقه. از اونجایی که تازه شروع کردم به ویدیو گرفتن یکم سختمه که جلوی دوربین تنها باشم. کاش تو هم میامدی، خیلی تنها و بدبختی. بعدش هم رفتیم یه جا نشستیم تا یکم آدمیزاد ببینیم و بعد یکم راه رفتیم غذا خوردیم و پیش به سوی خانه. من بعد از اینکه تصمیم میگیرم رژیم بگیر بالا سمن نقار به من اینا رو گرفتیم مثلا برای شروع رژیم، ولی یه کمی نوشابه داره نقضش میکنه. مرسی که ویدیو رو تا اینجا نگاه کردید. تا ویدیوی بعدی